3 سال از آخرین باری که ویدیو گرفتم و راجع به کنکور حرف زدم گذشته. الان به آخره دانشگاه رسیدم و دارم ترم 8 میگذرونم و در واقع این تابستون که بیاد من دیگه رسما دوره کارشناسیم تموم شد. گفتم حالا که دانشگاهم داره تموم میشه و به آخر این مسیری که خیلی از شماها تازه میخواین شروعش کنین رسیدم، بیام یه توضیحی بهتون بدم، نظر صادقانه‌ای بهتون بگم که دانشگاه چی بود، چی اتفاق افتاد و قراره چی ببینید، چه اتفاقایی براتون تو دوران کارشناسی بیفته. خلاصه من یه تعداد از سوالا و حرفایی که توی ویدیو قبلی گفته بودیم نزدم رو به علاوه چیزایی که خودم فکر میکنم لازمه بهتون بگم و گذاشتم، قراره توی ویدیو راجعش ما حرف بزنیم. کار کردن همزمان با دانشگاه آره یا نه؟ من فکر کنم اگر دقیق بخوام بهتون بگم بجز ترم 2 بقیه ترم هایی که توی دانشگاه داشتم درس میخوندم همزمان باهاش شاغل بودم. حالا شغلام همه مرتبط با دانشگاه نبوده، تمام مدتم یه جا کار نمیکردم، ولی بیشتر شغلام شغل دانشجویی نبوده و یه سری شغل خیلی سختی رو برای خودم انتخاب کردم و فول تایم یه وقتی سر کار بودم. یه ترمم داشتم با دانشگاه کار میکردم، یعنی تجربه کار دانشجویی کردن رو داشتم، برای خود دانشگاه کار میکردم که راجع به جفتش میگم. کار فول تایم کردن همزمان با دانشگاه یعنی شما درستون رو کاملا قرار قربانی کنید و به جاش یه کسب درآمدی بکنید که خب بعد از دانشگاهتون منفعتش براتون خیلی بیشتره، چون اون چیزی که توی دانشگاه به صورت تئوریکی یاد گرفتین شاید سر کار به دردتون نخوره، ولی تجربه کاری که تو همون زمان کسب کردین به مراتب بیشتر به دردتون میخوره. ولی پیشنهادش هم نمی‌کنم، یعنی کار فول تایم همزمان با دانشگاه بهتون پیشنهاد نمی‌کنم، خیلی سخته، واقعا خسته میشین. برای دانشجویی کردن ولی خیلی باحال بود، با اینکه درآمد واقعا پایینی داره و با اینکه به لحاظ مالی واقعا نمیصرفه براتون، ولی به نظرم خیلی باحال بود، یعنی هم تجربه خیلی جالبی بود، هم رزومه خیلی باحالی شد برام و میتونم خیلی جاها استفادهش بکنم. هم اینکه شما همزمان که توی دانشگاه هستین دارین کار میکنین و لازم نیستش که دغدغه اینو داشته باشین که خب من از دانشگاه تا محل کارمو قراره چطوری برم، یا مثلا تایم هایی که سر کلاسم قراره چطوری سر کارم هم برسم. دانشگاه اینا رو باهاتون هماهنگ میکنه و خیلی راحت‌تر میتونید هندل کنید. ولی خب پوینتش اینه که این داستان فقط فکر کنم توی دانشگاه‌های دولتی است و دانشگاه‌های آزادی همچین پوینتی رو زیاد ندارن و حالا نمیدونم، باز اگه توی دانشگاه‌های آزاد میشه لطفاً این پایین بنویسین که بچه‌ها بدونن. داخل پرانتز حواستون باشه که تجربه‌هایی که من دارم باهاتون به اشتراک میذارم من به دانشگاه خودمه و من توی دانشگاه دولتی توی تهران درس خوندم و تجربه درس خوندن توی دانشگاه آزاد رو ندارم و خیلی از این چیزا شاید روی دانشگاه‌های آزاد صدق نکنه. حواستون باشه. مهارت یا معدل بالا. من متاسفانه از اون آدمایی بودم که مهارت رو انتخاب کردم و هیچ وقت معدل بالا برام یه اولویت نبود و فکر کنم خیلی الگوی بدی باشم توی این مورد. ولی به نظرم اگر بتونید و موفق بشین یه معدل خوب رو با یه مهارت خوب همزمان داشته باشین که خب قطعاً عالیه، ولی باید بر اساس اولویت خودتون پیش برین. یعنی شما هدفتون آکادمیکه، قصدتون اینه که ارشد بخونید، قصدتون اینه که اپلای بکنید، قصدتون اینه که حالا توی یه سری سطوح بالاتر برین توی دانشگاه تدریس بکنید. اگر اینا هدفتونه خب قطعا اولویت با معدل بالا، اصلا کار کردن برای شما اولویت به حساب نمیاد. ولی اگر هدفتون اینه که بعد از دانشگاه مستقیم وارد بازار کار بشید، قطعاً مهارت یاد گرفتن خیلی بهتره. یعنی اگر شما بریم توی شرکت X مشغول به کار بشین یا اصلا بریم برای مصاحبه بریم باهاتون صحبت کنن که اصلا مناسب اون پوزیشن شغلی هستین یا نه، اولین چیزی که ازتون میپرسن قطعاً این نیستش که درس Xی که ترم 4 پاس کردی چه نمره‌ای توش گرفتی. اول ازت میپرسن که مهارت X، مهارت Y، مهارت Z رو داری یا نه. مهارت قطعاً برای شما مهمتره. پس به نظرم از اول، اصلا از همون ترم اول، از قبل از وارد دانشگاه شدن، تکلیف خودتون رو مشخص کنین که من دارم برای چی میرم دانشگاه و میخوام بعد از اینکه دوره کارشناسیم تموم شد به کدوم یکی از این مسیرها برم. هر کدومو که انتخاب کنین قطعاً مسیر دانشگاهتون متفاوت میشه. چه رشته‌ای رو انتخاب کنم؟ اصلا دانشگاه آزاد، رشته خوب، رشته پولساز، یا دانشگاه دولتی و رشته‌ای که حالا خیلی هم تاپ و خفن نیسته. بازم برمیگرده به اینکه هدفتون از دانشگاه رفتن چیه. من هم دوستی داشتم که قصدش این بوده که فقط و فقط یک دانشگاه دولتی توی شهر تهران، یعنی داخل شهر تهران که مثلا با خونه‌شون 1 ساعت فاصله داشته باشه، انتخاب کنه و همین کارم کرده و رشته خوبی هم قبول نشد. صرفا میخواست که توی تهران درس بخونه و یه دانشگاه دولتی باشه. همین کارم کرد. رشته براش مهم نبود. هر چی باشه من فقط تهران قبول بشم. از طرفی هم دوستی رو داشتم که اولویتش این بود که من میخوام یک رشته خوبی رو بخونم که رشته پولسازی باشه برام، بتونم تو آینده باهاش کار کنم
و بتونم به بقیه بگم من دارم رشته ایکس رو میخونم، خیلی رشته خفنیه. خاطر همین انتخاب کرد که توی دانشگاه آزاد اون رشته خفن پولساز باحال رو بخونم. پس به نظرم مشخص کنید که میخواین چیکار کنید. از طرفی هم حواستون به این باشه که شما وارد هر کدوم از این رشته ها بشین، آدم‌هایی که دارن بهتون تدریس میکنن، اون کسی که استاد شماه توی اون رشته به یه سطحی رسیده، به یه حدی رسیده که تونسته تدریس کنه. یعنی تو اون رشته انقدر پیشرفت کرده که حالا به مرحله تدریس کردن رسیده. پس این آدمه یه کانکشن خیلی خفنه برای شما که میتونه معرفیتون کنه به جاهای مختلف برای شاغل شدن. همچنان که من نوعی همین مدلی رفتم سر کار. یعنی اولین شغلی که من مرتبط با رشتم بود رفتم، یکی از اساتیدم که واقعا ازش ممنونم معرفی کرد و به لطف اون استاد من تونستم اون شغل رو پیدا کنم. پس خیلی استرس این داستان رو نداشته باشین که خب اگر برم این رشته رو بخونم و شاغل نشم چی. همیشه کانکشن های خوب شما میتونه به یک شغل خوب برسونه. آزاد، شبانه یا روزانه، کدوم یکشو انتخاب کنید. من خودم اگر قرار بود دوباره دوره کارشناسیمو شروع کنم و یه انتخاب رشته دوباره انجام بدم و کلا دوباره این شانس رو به خودم میدادم، قطعا انتخابم شبانه بود. یعنی هر رشته‌ای که می‌خواستم انتخاب کنم توی هر دانشگاهی قطعا شبانه رو انتخاب کنم. اصلا روزانه هیچ رشته‌ای رو نزنم و کلا شبانه ها رو انتخاب کنم. این صرفاً حسب تجربه‌ایه که من توی این مدت به دست آوردم. بر اساس اینکه خب شما الان شاید توی سن 18 19 سالگی ندونید دقیقاً با توجه به شرایطی که در حال حاضر داری میخوای مهاجرت کنی یا نه، یه سردرگمی داشته باشی. وقتی که به 22 سالگی که حالا درست داره تموم میشه برسی، ممکنه نظرت کلا راجع به این تغییر کنه. تو یه انتومن شهریه شاید در حین درس خوندنت داده باشی، ولی خیالت راحته. وقتی به یه مقطع زمانی میرسی که حالا زندگی برات جدی‌تر شده، یکم سخت‌تر شده، یکم تصمیمات بزرگتر باید بگیری، این امکان رو داری که اگر برات شرایط فراهم بود به مهاجرت هم فکر کنی. حالا یه وقتی هستش که شما میگی اوکی من با این رتبه‌ای که دارم رشته‌ای که میخوام شبانه قبول نمیشم. اوکی اون وقت آزاد گزینه مناسبیه. ولی اگر قرار بود بین صرفا شبانه، آزاد و روزانه انتخاب کنم، من خودم انتخابم شبانه بود. اصلا شبانه چیه؟ وقتی میگن مثلا توی کارشناسی من شبانه درس خوندم یعنی چی؟ دانشگاه‌ها کلا دانشگاه‌های دولتی میان یک تعدادی ظرفیت بیشتر میذارن برای پذیرش دانشجو و از اون تعداد پذیرش اضافه تر میان شهریه میگیرن مثل دانشگاه آزاد. حالا نمیدونم رقمش دقیقاً مثل دانشگاه آزاد هست یا نه، ولی یه شهریه رو شما پرداخت میکنید برخلاف همکلاسی‌هات که توی همون کلاس میشینن ولی چون روزانه شهریه پرداخت نمیکنن. شما شهریه پرداخت هستین، ولی پوینتی که وجود داره و اصولا هم گفته نمیشه اینه که شما با یه مبلغ شهریه‌ای با مبلغ ایکس تومن داری وارد دانشگاه میشی و ترم اولت داری شهریه ایکس تومن رو میدی به ازای مثلا هر واحد تخصصی، حالا هر واحد عمومی، هرچی، و یه حالا شهریه ثابت داری پرداخت میکنی. بر اساس همون عددی که روز اول دانشگاه از شما دریافت کردن و شهریه مصوب ورودی خودتون هست، شما تا روز آخری که دانشجوی کارشناسی هستین و آخرین انتخاب واحدتون رو انجام میدین بر اساس همون شهریه پرداخت میکنین و به نظرم این پایان مثبتیه براتون. چون دانشگاه آزاد تا جایی که من اطلاع دارم، حالا اگر اشتباه میگم لطفا بنویسین، ولی تا جایی که من اطلاع دارم شهریه‌شون متغیره و حالا به ازای هر افزایش شهریه برای همه اعمال میشه و کلا همه دانشجوها باید اون اضافه شهریه رو بدن و این شکلیه. توی دانشگاه‌های دولتی شما به شهریه وارد میشین. حالا اگر شهریه ورودی بعدی شما به جای ایکس تومن شما 2x تومن باشه، شما همچنان شهریه خودتون میدید، بهش فرقی نمیکنه. آخرین چیزی که توی این ویدیو میخوام راجع بهش صحبت کنم اینه که بچه‌ها جون، یه بار قبلا گفتم، یه بار دیگه هم بهتون میگم، بعد از کنکور هیچ خبری نیست. اون موقع انقدر مطمئن نبودم ولی الان کاملا مطمئنم و میتونم بهتون بگم که بعد از دانشگاه هم هیچ خبری نیست و خیلی هرسشو نخورید. یعنی میدونی شاید تو اون روز ناراحت این باشی که مثلا موقعی که کنکورمو دادم خب اوکی من رشته‌ای که می‌خواستم قبول نمیشم. در نهایتش تو وارد یک مسیری میشی که شاید من نوعی خودم 4 سال پیش عمرن اگر فکرشو میکردم که وارد رشته حسابداری بشم، توی این دانشگاه درس بخونم، این همه اتفاق برام بیفته، این مسیر شغلی رو طی کنم، اصلا زندگی دیگه مسیر غیر قابل باور و اصلا فکرش هم نمیتونی بکنی. یه اتفاقایی برات میفته توی این مسیر که یه روزی به یه جایی میرسی که اصلا کنکور چه مسخره بازی بود و چی بود این کنکور که من انقدر نگرانش بودم. امیدوارم که همه این تجربه هایی که بهتون گفتم و همه چیزهایی که سعی کردم دقیقاً همونی باشه که یاد گرفتم و همون رو بهتون بگم به دردتون بخوره و مسیر خوبی رو طی کنید توی هر دانشگاه، هر رشته، هر جایی که قبول شدین و هر اتفاقی که براتون توی جلسه کنکور افتاد. خوشحال باشین
همه چیز اونجوری که دلتون میخواد و اونجوری که براتون بهترینه پیش بره. و همین، تو ویدیو بعدی میبینمتون.